همین یک چند وقت شد در گردی سرم یک سوال چرخ میزند. ممکن است شما پرسم؟ اگر جواب داده توانم. مرحبا. از همه چیز قیمتترین برای انسان چیست؟ اصلا در زندگی برای انسان چیزهای قیمت خیلی زیادن. لیکن بسیاری ها بر این باورن که گران ارزشترین چیزی که انسان از روز تولید تا پایان دنیا با اون سر و کار میگیره وقت است. منم به این فکر راضی هستم که شاید قیمتترین چیز برای انسان وقت باشه. خب اگر که قیمتترین چیز وقت باشد، ممکن یک چند سوال برای وقت دهم؟ باشه. قدر و قیمتی 7 سال را کی خوب میفهمد؟ شاید راضی باشید، شاید راضی نباشید به پاسخی من، اما فکر میکنم که قدر 7 سال رو دانشجویی که در آینده میخواد برای خلق، برای وطن خدمت کند، طبیب شود، وارث ارزنده سینه بزرگوار شود، اون بهتر میفهمد. چون که 7 سالی وقتی خود رو او در دانشگاه سپری میکنه. یعنی دانشجویی که میخواهد در آینده طبیب شود، او قدر و قیمتی 7 سال رو از دیگران ممکن بهتر میفهمد. شاید وقتی 7 میگویم یک بار یک قد پرد بود که اوه ما 7 سالی عمر رو صرف کردم برای اختصاص گرفتن. قدر و قیمتی 4 سال رو کی خوب میفهمد؟ وقتی 7 سال رو گفتیم دانشجوی دانشگاه طبی، 4 سال رو دانشجویی که برای اختصاص گرفتن، خوششناس شدن، روزنامه‌نگار شدن، مثلا شهرشناس شدن، مثلا نفری که میخواد که 4 سال یک اختصاص آموزگار شود، رفته مثلا با تعلیم و تربیت نسل جوان مشغول شدن. نفری که برای اختصاص گرفتن 4 سالی وقت خود را صرف میکند، او 4 سال رو بهتر درک میکند. چون 4 سالی عمر قیمتی خود را صرف اختصاص میکند. قدر و قیمتی 2 سال رو که خوب میفهمد؟ قدر 2 سال رو یک سربازی که دور از آغوش خانواده برای حمایت مرز و بوم جان خود را در خطر میگذارد و مرز و بوم را حفظ میکند، آن میفهمد. قدر و قیمتی 1 سال رو که خوب میفهمد؟ قدر 1 سال را نفر خوب درک کرده میتواند که با تمام تیاری و تلاش آمد، حجت سپارید، اما در دانشگاه داخل نشد متاسفانه و 1 سال دیگر منتظر میماند تا اینکه از دوباره عنوان و یا که نامی بلندی دانشجویی را برای خود کسب کند. خب قدر و قیمتی 9 ماه رو که خوب میفهمد؟ مادری که مرا به دنیا آورد، به عنوانی که در انتظار مادر شدن هستند، آنها با قدر 9 ماه خیلی خوب میرسند. قدر و قیمتی 1 ماه رو که خوب میفهمد؟ نفری که 1 ماهی مبارک رمضان روزه دار است، روزه 1 سو شد و عید آمد و دلها برخاست، میز میخانه به جوش آمد و میباید خواست. میگن حضرت مولانا حافظ که واقعا یک نفری هست که 1 ماه برایش دیر میگذرد و یک نفری هست که 1 ماهی مبارک برایش با یک چشمک زدن میگذرد. خب قدر و قیمتی 1 هفته رو که خوب میفهمد؟ سرمایه‌گذاری هفته نامه برای مواد جمع کردن، برای به نشر رساندن هفته نامه خیال میکرد هر روز 1 هفته باشه. کار زیاد است. قدر و قیمتی 1 روز رو که خوب میفهمد؟ قدر 1 روز رو نفر میفهمد که 30 روز 1 ماه زحمت میکشد، تلاش میکند و در انتظار گرفتن معاش است. این نفری که با معاش ماهانه زندگی میکند، او قدر 1 روز را خیلی خوب درک میکند. خب قدر و قیمتی 1 ساعت رو که خوب میفهمد؟ وقتی از آلبرت اینشتین سوال میکنند که قانون جاذبه چگونه است، در جواب میگوید که وقتی عاشق در انتظار معشوق است، قدر 1 ساعت را عاشقان بهتر میدونند. خب قدر 1 دقیقه رو که خوب میفهمد؟ نفری که از پرواز دیر مانده است. قدر و قیمتی 1 ثانیه رو که خوب میفهمد؟ قدر 1 ثانیه را نفر درک میکند که از صدمه مدهش جان به سلامت برد. قدر 10 1 ثانیه رو که خوب میفهمد؟ نفری که
همین تلاشش رو کرد تا جای اول رو در بازی المپیک گیرد، اما متاسفانه برای چند ثانیه او باخت و جای دوم را گرفت. خیلی زود در می شود، خیلی بله. زود تمام می شود، میتونه. قیمتی وقت را آنها میفهمند واقعا ماه و روز و سال را سپری کردند. این فقط یک یادآوری بود که قدر و قیمتی هر لحظه رو دانیم. به قدری وقت رسیم، به قدری وقت بله رسین، نزدیکان را احتیاط کنیم، به همدیگر احترام گذاریم. بله، و شاید این لحظه هایی که حاضر داریم یک خاطره ماند، شاید تلخ و زشت و شاید شیرین و زیبا. بله. اما ما حرکت کنیم که همین لحظه ما شیرین و شاد گذرن، همیشه مسرور باشیم، با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها رو بشنوید. ما برای شما بهترین ها رو پیشنهاد میکنیم.